اپیتلی در رسم تصویر یافته است از دیگر بافت‌ها 5 فرقیت دارد. یعنی 5 خاصیتی بافت اپیتلی. یکم بافت اپیتلی حجیره‌هایش چی؟ حجیره‌هایش زیچ جایگیر است. دوم در بین حجیره‌هایش ماده بین حجیروی مایع بین حجیروی کم است. سوم همان نمودی بافت اپیتلی در بالای ممبرانه بازلی. نمی کبود چی است؟ ممبرانه بازلی. یعنی بافت اپیتلی در بالای ممبرانه بازلی جایگیر است. چهارم خاصیت در بین حجیره‌های بافت اپیتلی رگ‌های خونگر نیست. یعنی هنگامی بریدن آن خون نمیآید. در بین حجیره‌های بافت اپیتلی تارهای عصب نیست. تاری عصب نیست. و پنجم خاصیتی بافت اپیتلی یعنی فرق بافت اپیتلی از دیگر بافت‌ها هنگامی آسیب دیدنی بافت اپیتلی اون تیز برقرار میشه. یعنی قابلیت خوبی رگنراسیون دارد. یعنی اگر ما همگی 5 خاصیتی بافت اپیتلی داریم. یکم حجیره بافت اپیتلی زیچ جای گیرند، در بین حجیره و ماده بین حجیروی کم است، حجیره های بافت اپیتلی در سطح ممبرانه بازلی جای گیرند، یعنی هم حجیره ها در بالای ممبرانه بازلی جای گیرند، یعنی بافت اپیتلی رو از دیگر بافت ممبرانه بازلی جدا میکنند. حجیره های بافت اپیتلی رگ‌های خونگرد ندارند، حجیره های بافت اپیتلی نخی عصب ندارند، حجیره های بافت اپیتلی قابلیت بلندی رگنراسیون دارند. این بود 5 خاصیتی بافت اپیتلی. بافت اپیتلی از دیگر بافت با کدام خاصیت ها فرق میکند؟ این با 5 با این 6 خاصیت فرق میکند. خلاصه موقع جایگیر شوی بافت اپیتلی در کدام قسمتی بدن آدم بافت اپیتلی است؟ یکم در سطح پوست، یعنی می پوست آدم در اپیدرمیس یا کی یعنی در سطح پوست اپیدرمیس میگن اپیدرمیس در اپیدرمیس پوست. همین اپیدرمیس پوست از کدام بافت عبارت است؟ از بافت اپیتلی. دوم عضوهای درونی. عضوهای چی؟ عضوهای درونی. عضوهای درونی که کووکن درونشون خالی است. مثال معده، رگ، روده، دل اینا درونشون خالی است. عضوهای درونی که کووکن دیواره دارند. 3 قبط دیواره دارند. دیواره داخله، دیواره مبینی، دیواره چی؟ مبینی و دیواره بیرونه. یعنی 3 قبط دیواره دارن. دیواره داخله، دیواره مبینی و دیواره بیرونه. دیواره داخله عضوهای درونی کدام دیواره؟ دیواره داخله. یعنی همه عضوهای درونی که درونشون کووک است 3 قبط دیواره دارند. دیواره داخله، مبینی، بیرونه. دیواره داخلهشون از کدام بافت عبارت است؟ بافت اپیتلی. سوم جای موقع جایگیر شوی بافت اپیتلی این چی است؟ غدودها. در همه نمودی غدودها، همه نمودی غدودها از بافت اپیتلی ترکیب یافتند. یعنی در موقع جایگیر شوی بافت اپیتلی 3 تا است. یکم در سطح پوست، در اپیدرمیس پوست، دوم دیواره داخله عضوهای درونی و غدودها. یعنی سطح پوست یا اپیدرمیس پوست از کدام بافت عبارت است؟ ما گفتیم سطح پوست یا اپیدرمیس از بافت اپیتلی ترکیب یافته است. دیواره داخله عضوهای درونی یعنی مثال معده، روده، دل یا درونشون کووک است. بنابراین دیواره دارن. 3 قبط دیواره دارن. دیواره داخلشون از کدام بافت عبارت است؟ بافت اپیتلی. و دیواره داخله رگ را چی می‌نامند؟ این می‌نه رگ دیواره داخلش چی نام دارد؟ اینتیما. یعنی اینتیما از کدام بافت عبارت است؟ بافت اپیتلی. یا که دیواره داخله دل را چی می‌نامند؟ اندوکارد. اندوکارد از کدام بافت عبارت است؟ از بافت اپیتلی. یعنی غدودها از کدام بافت عبارت است؟ ما گفتیم غدودها از بافت اپیتلی ترکیب یافته است. وظیفه بافت اپیتلی. بافت اپیتلی در بدن ما کدام وظیفه را اجرا می‌کند؟ 4 وظیفه را اجرا می‌کند. یکم وظیفه محافظتی. وظیفه چی؟ محافظتی. دوم وظیفه جنبشی. وظیفه چی؟ جنبشی. سوم وظیفه سکرتوری. چهارم وظیفه اکسکرتوری. یا کی میگن خارج کنی. یا کی چی؟ خارج کنی. مثال
کدام بافت اپیتلی وظیفه محافظتی را اجرا میکنند؟ مثال اپیدرمیسی پوست. مثال چی؟ اپیدرمیسی پوست. اپیدرمیسی پوست بافت اپیتلی است و وظیفه چی رو؟ وظیفه محافظتی را اجرا میکند. وظیفه جنبشی. کدام بافت اپیتلی وظیفه جنبشی را اجرا میکند؟ دیواره. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.